سلام، خوش آمدید به کانال باکس فلم. امید است کانال را لایک و سابسکرایب کنید. محاصره بورسا توسط عثمانی‌ها بین سالهای 1317 تا 1326 میلادی رخ داد. نیروهای عثمانی با یک استراتژی جسورانه به این شهر بیزانسی حمله کردند و با فتح آن دروازهای جدید به سوی فتوحات خود گشودند. این شهر به عنوان اولین پایتخت عثمانی تا سال 1365 میلادی که ادرنه فتح و به پایتختی برگزیده شد، عمل کرد. چگونگی محاصره، برنامه‌ریزی و تدارکات. عثمانی‌ها از صلح 10 ساله با امپراتوری بیزانس برای تقویت و گسترش نیروهای نظامی خود استفاده کردند. فتح شهرهای کلیدی. قبل از بورسا، شهرهایی مانند بیلجیک و اینگول فتح شدند. فتح اینگول به عنوان یک شهر کلیدی برای فتح نیکایا و بورسا اهمیت داشت. استفاده از ماشین‌های محاصره. به دلیل نبود ماشین‌های محاصره‌های مناسب، این محاصره طولانی شد. حمله و غلبه. با وجود مشکلات، عثمانی‌ها با استفاده از منجنیق و سایر تجهیزات، دیوارهای قلعه را تخریب کرده و سرانجام وارد شهر شدند. پایان محاصره. بورسا در سال 1326 میلادی فتح شد و به عنوان اولین پایتخت امپراتوری عثمانی انتخاب گردید. تا نشر ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. وقت بر شما خوش.